سلام به پادکست مارکتیسم خوش اومدید. من پوریا کاوند هستم و در هر اپیزود از این پادکست سعی میکنم که یکی از آخرین و جذابترین تحقیقاتی که در حوزه مارکتینگ انجام شده رو برای شما بازگو کنم. تو این اپیزود میخوایم 10 تا از مؤثرترین استراتژی‌های مارکتینگ کسب و کارهای کوچیک رو برای شما توضیح بدیم که در سال 2024 خیلی ترند شدن. البته این اپیزود هم در زمستان 1402 در حال ضبط شده. ولی این نکته رو حتما مد نظر قرار بدید که این ایده های مارکتینگی که یه لیست 10 تایی هستش که من تهیه کردم، این به درد کسب و کارهای کوچیک میخوره، نه برای کسایی که حالا اسکیل کردن و بزرگ شدن. یعنی اینکه شما اگر 4 تا مرحله تولد، رشد، بلوغ و افول برای یک کسب و کار رو در نظر بگیرید، این 10 تا ایده مارکتینگ برای کسب و کارهایی که در مرحله تولد یا ابتدای رشدشون هستن. در همین ابتدای اپیزود هم ما یک تعریف از مارکتینگ داشته باشیم که مبنای کار خودمون قرار بدیم و در ادامه پادکست هم وقتی که داریم در مورد مارکتینگ صحبت میکنیم این مدل از تعریف مد نظر ما هست. ببینید در اینجا اون تعریف مدرنی که از مارکتینگ میشه مثلا توسط فیلیپ کاتلر رو در دل این تعریف داریم، ولی دقیقا منظورمون اون نیست. مثلا تعریف مارکتینگی که نیاز مشتری رو بشناسیم، دقیقاً بر مبنای نیاز اون مشتری یا مخاطب پروداکت و سرویسی رو تولید بکنیم. این تعریف خیلی کلان رو ما اینجا نخواهیم داشت. ما یک تعریف عمومی از مارکتینگ اینجا ارائه میدیم که بیشتر منظورمون از مارکتینگ توی این اپیزود اینه که اون فعالیت‌های مارکتینگی هستش که میخواد به افزایش برند اورنس کمک بکنه و یک پایپلاینی رو ایجاد بکنه که لیدهای با کیفیت جنریت بکنه. یعنی پس منظورمون از مارکتینگ توی این اپیزود حداقل ایجاد برند اورنس و لید جنریشن. خب پس اگه این تعریف رو ما قبول کنیم، میدونیم که اصلا چرا اومدیم سراغ کسب و کارهای کوچیک. چون کسب و کارهای کوچیک به شدت در این دو مورد، یعنی برند اورنس و لید جنریشن، چالش‌های خیلی زیادی دارن، به خاطر اینکه هم زمان ندارن هم بودجه خیلی کمی دارن. خب اما این 10 تا ایده که در سال 2024 ترند شدن چیان؟ اولیش اینه که مخاطب خودت رو به صورت دقیق بشناس، یعنی آدینس خودت رو بدون کیا هستن. یکی از اشتباهات اساسی که معمولاً کسب و کارهای کوچیک انجام میدن اینه که فکر میکنن همه میتونن خریدار اونا باشن. کسب و کارهای بزرگ شاید بتونن این فکر رو بکنن، شاید بتونن یک بازار وسیع رو پاسخ بدن، اما برای کسب و کارهای کوچیک ثروت در نیش مارکت هاست. شما به عنوان یک کسب و کار کوچیک اول باید نیش مارکت خودتون رو پیدا بکنید، بعد سعی بکنید که اطلاعات در مورد آدینس خودتون توی اون نیش مارکت جمع آوری بکنید. اطلاعاتی مثل این که اون پین پوینت مشتریاتون چیا هستش، پرابلمشون چیا هستش، اپروچشون چیاست و اینکه چه محرک هایی میتونه نگرش ها و رفتارهای اونها رو تغییر بده، اولویت های اونا چیا هستش و اینکه اصلا اونا روند و فرایند تصمیم گیری اون مخاطبتون به چه شکلیه، یا اصطلاحاً قبل از اینکه بخوان پروداکتی شبیه پروداکت شما رو تهیه بکنن برای خودشون چه کاستومر جرنی رو سپری خواهند کرد. ولی خب از اون طرفم چرا این اطلاعات خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه شما در مرحله تولد و رشد کسب و کار خودتون هستید و نیاز دارید پیام‌هایی بسازید
و این پیام ها رو به گوش مخاطب خودتون برسونید که بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه و بتونه جذابیت خیلی زیادی برای مخاطبتون ایجاد بکنه، چون شما در مرحله‌ای هستید که میخواید تمام بودجه و زمانتون رو بذارید که جذب مشتری انجام بدید. مورد دوم، پیدا کردن ولیو پروپوزیشن خودتونه. ببینید، اگر شما میخواید یک ولیو پروپوزیشنی داشته باشید که توی بازار رقابتی، اونم برای یک کسب و کار کوچیک موفق بشید، اون ولیوی شما باید 3 ویژگی داشته باشه. اگر این 3 ویژگی رو داشته باشه، به نظر من شما اصلا بازی رو بردید. و اون 3 ویژگی چیه؟ یکی اینکه ساستینبل باشه، یعنی پایدار باشه. یعنی اگر کسی دیگه‌ای بخواد بیاد و این ولیو رو تولید بکنه برای مخاطب، هزینه خیلی زیادی رو باید بپردازه. پس حالاها نمیتونه اینو تولید بکنه. پس پایداری داره. دومین مورد اینه که دیفرنشیشن یا تمایز ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر رقیب شما هم همین ولیو رو داره تولید میکنه، یک تفاوت خیلی زیادی مثلا توی اون ارزشی که داره تولید میکنه بین شما و رقیبتون وجود داره. مثلا شما دارید تاثیر خیلی بهتری رو روی مخاطب خودتون میذارید با این ولیو. و سومیش این که رلوونس باشه، مرتبط باشه دقیقاً با نیاز مخاطب خودتون. پس اگر یک کسب و کار کوچیک دارید، سعی بکنید که در ابتدای امر اون ارزش پیشنهادی که میخواید برای مخاطب خودتون رو داشته باشید، اونی که این 3 ویژگی رو داره رو پیدا بکنید و بولدش بکنید. اما سومین مورد اینه که روی یک هدف مشخص باید تمرکز بکنیم. توی دنیای مارکتینگ میلیون ها راه وجود داره که بشه روی اونا حرکت کرد و خیلی هم جذابه که ما بتونیم یک ماشین مارکتینگ بسازیم، یک ماشین پیچیده بسازیم که همه جوانب رو در نظر بگیره. ولی متاسفانه تجربه ها نشون داده که این رویکرد خیلی خوب کار نمیکنه. به این دلیل که یه نکته اساسی وجود داره. شما باید مشخص بکنید که کجا تاثیرگذاری بیشتری دارید. کجا در مسیر رشدتون مانع وجود داره برای شما. نقطه کورهای کسب و کارتون چیا هستن؟ وقتی که همه اینها رو اومدید مشخص کردید، بعد بیاید یک هدف عملیاتی براش تعیین بکنید و همه منابعتون رو و همه فعالیت‌ها و تاکتیکاتون رو بذارید روی اون هدف. و بعد از اینکه توی اون هدف پیشرفت کردید، میتونید برید سراغ حوزه‌های دیگه و توی اون حوزه‌ها تلاشاتتون رو گسترش بدید. چهارمین مورد اینه که شورت ترمای خودتون، یعنی میانبرهای خودتون رو شناسایی بکنید. یک کسب و کار کوچیک وقتی که شروع به کار میکنه، مهمترین چیز براش اینه که بتونه ROI، یا منظورمون از ROI Return on Investment، یعنی بازگشت سرمایه است. یعنی بازگشت سرمایه رو بتونه زودتر انجام بده و از اون طرف جریان نقدینگی به وجود بیاره. از اون کسب و کار کوچیک وقتی که میخواد این کار رو بکنه، باید از تاکتیک‌های میانبر استفاده بکنه که زودتر این بازگشت سرمایه، این ROI بیشتر اتفاق بیفته. مثال میزنم، وقتی که شما در ابتدای کار هستید، SEO یا اصطلاحاً توی ایران بهش میگیم SEO سایت یک نقطه شروع خیلی خوب برای شما نیست. چرا؟ چون حداقل زمانی که لازمه تا یک کوچولو SEO سایت شما راه بیفته 6 الی 7 ماه زمان میبره. پس اگه شما بخواید ROI داشته باشید خیلی زود، بهینه اینه که شما برید سمت مثلا گوگل ادز روی کیورد هایی که خیلی برای شما مهمه. البته این نکته که من دارم میگم به این معنا نیست که همه منابعتون رو هم باید اختصاص بدید به میانبرها. نه، شما اول باید درصد یعنی 20-80ش یه جورایی بکنید. یعنی هم تخم مرغای خودتون رو همشون رو توی شونه قرار ندید، همین که درصد خیلی زیادی رو نرید به اون هدفهایی که طولانی مدت و در بلند مدت قرار جواب بده سرمایه گذاری بکنید. مورد پنجم، اهمیت و توجه به دیتاها یا اصطلاحاً دیتا دریون بودن. وقتی یک کسب و کار کوچیک رو ما راه میندازیم، اولش خب بودجه خیلی زیادی رو صرف کارها و فعالیت‌های مختلف توی اون کسب و کار میکنیم. توجه به دیتاها، یادتونه گفتیم که ما باید کانال‌های مؤثرمون که بیشترین تاثیرگذاری پیاممون روی مخاطب از طریق اون کانال هاست رو بشناسیم.
دیتا دریون بودن توی کسب و کارهای کوچیک و کسب و کارهایی که در مرحله تولد و رشد هستن، اونجا بهشون کمک میکنه که بفهمن کجاها نباید سرمایه گذاری بکنن یا از هدر رفت منابعشون به شدت جلوگیری میکنه. وقتی که شما کسب و کار کوچیکی رو شروع کردید، در حال تست کردن هستید و دارید تمام کانال‌های مختلف و فعالیت‌های مختلف مارکتینگیتون رو دارید بررسی می‌کنید و تست می‌کنید. پس به این دلیل که بفهمید کجاها نباید سرمایه‌گذاری بکنید و کجاها باید از هدر رفت منابع جلوگیری بکنید، حتما باید به دیتاها توجه خاصی داشته باشید. مورد ششم اینه که به هیچ وجه قدرت مشتریان فعلیتون رو دست کم نگیرید. یک آمار خیلی معروفی هم هست دیگه، فکر میکنم همتون میدونید، این که به طور متوسط به دست آوردن یک مشتری جدید 5 برابر بیشتر هزینه داره نسبت به فروش به مشتری فعلی. شما توی کسب و کار کوچیکتون به هیچ وجه نباید به این فکر بکنید که خب من به یک مشتری فروختم و تموم شد. برعکس، باید فرآیندهایی رو تعیین بکنید که فرصت‌هایی رو برای تکرار خرید یا اصطلاحاً ریتنشن فراهم بکنید. چرا ما میگیم که مشتریان فعلی خیلی مهمن؟ به خاطر اینکه اونا یک بار از شما خرید کردن، اونها شما رو میشناسن، یک بار به شما اعتماد کردن و اگه تجربه خوبی رو به اونها ارائه داده باشید، باعث میشه که تکرار خرید خیلی راحت اتفاق بیفته و شما بتونید آر‌وآی بیشتری رو کسب بکنید. و البته مشتریان فعلیتون میتونن روی تبلیغات دهان به دهان بسیار برای شما یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند رو به وجود بیارن. مورد هفتم اینه که شما بتونید از ابزارهای تبلیغاتی رایگان استفاده بکنید. منظور من این نیست که خود اون ابزاری باشه که یه جایی داره به صورت فری اون رو ارائه میده، بلکه ابزاریه که شما بتونید بدون اینکه هزینه‌ای رو پرداخت بکنید برای شما تبلیغ صورت بگیره. من یه لینکی رو توی کپشن همین پادکست قرار میدم که اونجا 88 تا از ابزارهای تبلیغاتی رو نام برده که بسیاری از اونها ابزارهای رایگانی هستن و شما میتونید به اون لینک مراجعه بکنید و اون ابزارها رو داشته باشید، یادداشت بکنید یک جا که بتونید بعداً ازش استفاده بکنید. و اما مورد هشتم تولید محتوای ویدیویی، اونم به صورت شورت فرم، یعنی ویدیوهای کوتاه. یک آماری که سایت هابسپات منتشر کرده اینه که در سال 2022 44% از مارکترها سوشال مدیایی مثل تیک تاک رو به عنوان اولین استراتژی خودشون برای تولید محتوای ویدیویی کوتاه انتخاب کردن. شما در ابتدای کسب و کار خودتون تا جای ممکن باید ویدیوهای جذاب کوتاه مدت درست بکنید. چرا میگم ویدیوهاتون کوتاه باشه؟ به خاطر اینکه ویدیوهای کوتاه خیلی سریع میتونه قابلیت شیر شدن داشته باشه و با شیر شدن خیلی راحت میتونه شما رو روی زبونها بندازه و به برند اورنس شما در کوتاه مدت خیلی کمک بکنه. مورد نهم اینه که شما از ترافیک وبسایتتون به صورت بهینه استفاده بکنید. این ترافیک وبسایتتون رو شما نباید دست کم بگیرید. باید کاری بکنید که ترافیک وبسایت در جهت افزایش درآمد یا لید جنریشن به شما کمک بکنه. یکی از راه حل‌ها برای مثال دارم میگم، اینی که شما بتونید فرم هاتون رو اندازه‌گیری بکنید که کجای صفحات قرار بدید و توی چه صفحاتی که بیشترین ترافیک رو داره فرم هاتون رو قرار بدید که بتونید لید جنریشن بهتری رو انجام بدید. و اینکه در کنار اینکه دارید لید جنریشن میکنید، حتما باید فانلتون هم اندازه‌گیری بکنید. یعنی برای ترافیک سایت خودتون باید حتما از یک فانل خاص استفاده بکنید. برای مثال این فانلی که میگم شاید برای همه کسب و کارها مناسب نباشه، ولی میتونید از فانل ریس استفاده بکنید. فانل RACE که مرحله اولش ریچ، بعدش اکتیویشن، بعدش کانورژن و بعدش اینگیجمنته. و مورد آخر یعنی مورد دهم، این که از تبلیغات دهان به دهان غافل نشی. اگه شما سعی بکنید که مشتریان خودتون رو خوشحال بکنید و تجربه خیلی خوبی رو به اونها منتقل بکنید، این مشتریان حتما با دوستان و آشنایان خودشون در مورد بیزینس شما صحبت خواهند کرد و تجربه خودشون رو با اونها به اشتراک خواهند گذاشت.
اگر شما سعی بکنید که نه تنها در ابتدای کسب و کارتون بلکه همیشه تجربه خوبی رو به مشتری خودتون منتقل کنید، همین مشتریان یک کانال تبلیغاتی خیلی بزرگ و ارزشمند رو برای شما شکل میدن. خب از اینکه تا اینجای پادکست با من همراه بودید خیلی خیلی ازتون ممنونم. یک تشکر ویژه‌ام میخوام ازتون بکنم. با اینکه یک اپیزود بیشتر از این پادکست تولید نشده بود، ولی نظرات شما و نگاه نقادانه شما نسبت به این پادکست برای من خیلی خیلی ارزشمند بود و سعی میکنم که نظراتتون رو در بهبود کیفیت این پادکست حتما انجام بدم و توجه بهشون داشته باشم و این نشون دهنده اینه که یه همچین پادکستی به نظر من لازمه در پادکست فارسی وجود داشته باشه. بازم تشکر میکنم ازتون. ممنون میشم اگر نظر خودتون رو در قسمت کامنت ها در مورد این اپیزود یا اپیزودهای گذشته بنویسید برام و اینکه آرزومندم همیشه سلامت باشید و اوقات خوشی رو داشته باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.